بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کاشت نهال زیتون به یاد و خاطره شهید محمد تقی رضوی عزیز، شهید سازندگیمون توسط حاج مهدی آقای فیاض عزیزمون، داخل حرم کیشیک سوم، چایخانه باغ رضوان. نه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا زحمت چه بکشین شما. بسم الله. خب پس خودتون سید جان دست شما خوبه. بسم الله. همون وقت بردنش اونجا بازش کنید، اونجا خودش میگه. آره شاخه هاشو رد کنیم ببرین جلوتر. حالا با همون خودش کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. آقا انشالله خداوند قبول کنه. انشالله یاد و خاطره شهید سازندگیمون شهید محمد تقی رضوی هم انشالله همیشه زنده باشه. انشالله ما هم در زمره این شهدا قرار بگیریم. درخت زیتون عزیزم. آقا خداوند قبول کنه انشالله.